8. از دیگران انتقاد نکنید. آنچه برای خود نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. آیا دوست دارید مورد انتقاد قرار بگیرید؟ به نظر من پاسخ شما خیر است. اگر پاسخ شما بله است، تبریک میگویم. شما باید از عزت نفس سالمی برخوردار باشید. در مقابل وسوسه انتقاد کردن مقاومت کنید. انتقاد یک سرگرمی خطرناک است. این مسئله میتواند حس رضایت و خرسندی، سرگرمی یا حتی احساس برتری را به شما بدهد. اما در دراز مدت ممکن است برای برخی از دوستان عزیزتان هزینه داشته باشد و حتی ممکن است برخی را دشمنتان حساب کنید. این یکی از عادتهای افراد سمی است. شما قطعا دوست ندارید از این دست افراد در اطرافتان داشته باشید. این بدان معناست که اگر زیاد انتقاد می کنید ممکن است روزی برسد که اطرافیانتان نخواهند شما دیگر در زندگیشان باشید. تمرکز روی نقاط ضعف دیگران همیشه خطرناک است. ممکن است آنقدر به این دیدگاه عادت کرده باشید که حتی یک روز از خودتان هم انتقاد کنید. انتقاد یک رفتار کاملا بیفایده است. این جریان منفی که میفرستید بر خوشبختیتان و نگران نقص دیگران نباشید و روی خودتان تمرکز کنید. آنقدر روی پیشرفت زندگیتان متمرکز شوید که وقت انتقاد از دیگران را نداشته باشید. 9. قضاوت نکنید. در راه رسیدن به یک زندگی شادتر، رضایت بخشتر و برای ایجاد عزت نفس سالم، یک عادت سمی که باید آن را ترک کنید، عادت قضاوت درباره دیگران است. قضاوت توأم با عادات بد سرزنش و شکایت است و شما را از شاد بودن و ارتقاء عزت نفس باز می‌دارد. دیگران را بدون قضاوت درباره آنها و بدون انتظار و توقع بپذیرید تا با کفش‌های کسی راه خودتان خواستار چنین چیزی برای خودتان هستید. هر کسی که در مسیر زندگی خود ملاقات کنید به طرز منحصر به فردی در حال نبرد با زندگی خودش است و ما نمی‌دانیم که آنها با چه مشکلاتی سر و کار دارند. دقیقاً مثل اینکه آنها نمی‌دانند شما چه چیزی را تجربه می‌کنید. فقط قضاوت را متوقف کنید و مقداری همدلی نشان دهید. گفتن این کار ساده‌تر از انجام دادن آن است، اما هیچ راه دیگری وجود ندارد. آیا می‌دانید هر بار که در مورد شخصی قضاوت می‌کنید، در واقع در حال قضاوت خودتان هستید؟